خب بچه‌ها، اگر شما همچین مشکلی داشته باشید و وارد گوگل کرومتون بشین، این قسمت اگر سرچ بکنید یه همچین صفحه یا پنجره وا میشه که زده نو اینترنت، یا این چیزایی که نمیذاره شما دسترسی به جستجوتون یا وبسایتتون پیدا کنید. شما اولین کاری که میکنید وارد ستینگتون میشین. این قسمت نتورک ان اینترنت، این قسمت پروکسی. وارد پروکسی که میشه یه همچین صفحه‌ای وا میشه که یوز ا پروکسی سرورتون آنه. شما اولین کاری که میکنید اینو آف میکنید و میبندید اینو و وارد همون صفحه گوگل کروم میشین و شما اینجا دوباره جستجو مجدد بزنید و همین سریع این صفحه وا میشه و هر سرچ دیگه هم که بکنید به همین راحتی و سریع براتون جستجوتون میاد. اگر خوشتون اومد و تونستم به شما کمکی بکنم، حتما لایک، کامنت و مهمترین کار اینه که فالو کنید. خیلی ممنونم. تا آموزش بعدی، فعلا خدا نگهدار.